السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. پیش صدام بلند شدم، خودم معرفی کردم. مختصر محمود رای نجات اعزامی از مشهد. نشستم، گفت نگو مشهد. کجا؟ خب نگفتیم ملاقات با کیه؟ ملاقات با صدام حسین. بله، ملاقات با صدام حسین. در موضوع آن 23 نفر و اینم سند جنایتون. دیدار با صدام حسین. گفت نگو مشهد، گل مشهد رضا، بگو مشهد رضا. از جاش نیمخیز بلند شد، رو به حرم مولای ما علی ابن موسی رضا کرد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. بعد با افتخار زد به سینه‌اش، گفت من آن زرت علی ابن موسی رضا فی عام 1964. من سال 1964 امام رضا رو زیارت کردم، مشهد رو دیدم. صدام در اون جلسه جمله قشنگی گفت: این اعداءنا و اعدائکم الذین لا یتحملون اخوتنا. دشمنان ما و شما که طاقت برادری ما و شما را نداشتند. و یخافون ان نکون امة واحدا و شعبا واحد و نقاتل فی صف الواحد. می ترسیدند ما و شما ملت و امتی واحد شویم و در یک جبهه بجنگیم. انهم اوقعوا الحرب بیننا و دافعون الی محاربتکم. آنها جنگ را بین ما شعله ور کردند و ما را به دشمنی با شما واداشتند. انهم خادعون و واعدون بأن هذا الحرب ستنتهي فيه ولكن مزت اليوم من الحرب 20 شهر. 20 شهر. 20 شهر. آنها ما را فریب دادند، به ما وعده دادند این جنگ 6 روزه تمام خواهد شد. اما اکنون الان 20 ماه از جنگ می‌گذرد. 20 ماه. 20 ماه. باید بشناسیم آنان را که صدام و ملت عراق را که برادران ما میبایست بودند و هستند و خواهند بود را دشمن ما تراشیدند و ما را سالها به هم مشغول کردند و صدها سال از برخی اهدافمان دور کردند. بنگریم و هم مشغول کردند و صدها سال از برخی اهدافمان دور کردند. بنگریم و بیندیشیم و مگذاریم که دشمن واقعی دوست ما شود و دوستان ما را در منطقه به دشمنی ما وادارد. عذرخواهی میکنم، وقتتون ارزشمندتر از این حرف است. خب سپاسگزاریم جناب آقای رای نجات. آرزوی توفیق داریم برای ایشون و همه آزادگان عزیز. بله.